سلام علیکم مردم، سلام به برادران غریب. با شما هستم لیسی قنبه، میلیاردر تریلیاردر حاجی. مردم توجیک فکر میکنند که اینها به حج رفتند، طاعت کردند، عبادت کردند و طلب مغفرت از پروردگار کردند. ولی صد افسوس که ما خطا کردیم. ما فکر کردیم که وقتی که اینها حاجی شدند و عین حال انا همین مردی که خود را معروف میداند و معروف کل لیسی قنبه و عین حال باشد با لقب حاجی هست، اما صد حیف که نام حاجیگی را پس کرده ایستاده است. سلام علیکم مردم، سلام به برادران غریب. با شما هستم لیسی قنبه، میلیاردر تریلیاردر حاجی. برادر جانو، همین ویدیو را با او سبب خواستم بکنم که در یک روز 500 ویدیوم روی میکنن. این شاعتیت بوده، اون شاعتیت بوده. برادر جان، ما اینجا زیارت اومده که ما نینم اینجا یک جای هست که راحت، عصبا آرام، با خیلی سری ما آرام. همین از انک 20 ورشی سبشن که شویمه تیلواری آمد دیده ویدیو شد. ولی اون را ویدیو کنم پاگه میبینی از انک دیگه نویسون که شویمه قدیمه تاریخ خامره ویدیو ابرشنش که تاریخ خورا آمد. افا جانو، ما نینم ساق سلامتک تا وطن برم. ایدیم همی شوی شما میشم دیگه. مجبور نکنی کردنی چور درایی کنم. خدا حافظ. با شما بدلیسی. ببخشید، این یک شرمندگی هست، این یک مسخره بازی هست. نخود ما با چنین سخنها خنده کنیم برای آنه که این گفته ایستاده است که ما آمدیم این خیلی کردیم آن خیلی کردیم. همه که گناه کرد، همه هر کار را کرد. وقتی به خاطر آن به حج می روند که خداوند به هر کس هم میسر نمیگراند. هست شخصانی که پولدار و مالدار هستند ولی در تقدیر و نصیبشان نیست خانه ای خدا را دیدن. برای اینها که امروز نصیب گشته است اما باز هم همان فعل و رفتارشان را ادامه کرده ایستاده اند. چگونه ای که میگویند خر همان خر است، اما تنها تخمش را عوض کردند و خلاص. نباشد همان فعل و همان رفتار